بیشتر چیزها در نهایت خوب خواهند شد، اما نه همه چیز. گاهی اوقات مبارزه خوبی میکنید و میبازید. گاهی اوقات شما محکم نگه میدارید و متوجه میشوید که هیچ راهی جز رها کردن نیست. پذیرش یک اتاق کوچک و ساکت است. از کتاب چیزهای کوچک زیبای زندگی، شریل استریت. صبر داشته باشید با همه چیزهایی که هنوز در قلبتان حل نشده‌اند و سعی کنید خود سوالها را دوست بدارید، مانند اتاقهای قفل شده و کتابهایی به زبانی بیگانه. اکنون به دنبال پاسخها نباشید. آنها اکنون نمیتوانند به شما داده شوند، زیرا نمیتوانید آنها را زندگی کنید. مسئله این است که همه چیز را تجربه کنید. در حال حاضر باید سوال را زندگی کنید. راینر ماریا ریکله از کتاب نامه‌هایی به شاعری جوان. یه مدت پیش داشتم به یه دوستی میگفتم که اگه میشد با این تجربه و این آگاهی دوباره 20 سالم بشه چی میشد؟ باعث شد به این فکر کنم که چه کارهایی رو میکردم و چه کارهایی رو نه. اینکه واقعا چه چیزایی یاد گرفتم، چه تجربه هایی ارزشش رو داشت و مثل همیشه میخوام با شما در میون بذارمشون، چون معتقدم میتونه به درد خیلیا بخوره و کمک کننده باشه. پس تصمیم گرفتم که تصور کنم خود 20 سالم روبروم نشسته و من باید چیزهایی رو بهش بگم که کیفیت زندگیشو بالا میبره. همراه همه اینایی که گفتم، تور خونه جدیدم داریم. اولیش، بی حرف پس و پیش، کتاب بخونید. جوری کتاب بخونید که انگار قحطی زده اید. انگار سالهاست از هر منبعی دورید و کتاب گرسنگیتون رو رفع میکنه. بله، مثل دیوونه ها کتاب بخونید. کتاب خوندن به صورت مستقیم و چکشی روی کیفیت زندگیتون تاثیر داره. اول بهتون کمک میکنه که زیباتر صحبت کنید. دایره لغاتتون رو بالا میبره. و بعد شما رو به آدمی تبدیل میکنه که اساساً میشه باهاش گفتگو کرد. آدمی که حرفای جالبی برای زدن داره و گفت و شنود رو بلده. سوم، مثل این میمونه که شما بیشتر از یه بار زندگی کرده باشید و ذهنتون به ذهن آدم‌هایی که همزمان با شما زندگی‌های متفاوتی رو زیست می‌کنن وصل بشه و تمام تجربیات اونا هم به صندوقچه شما اضافه بشه. چون شما دارید مدام توی داستان‌های دیگه، تئوری‌ها و نقطه نظرها غلط میزنید و دنیا رو از زوایای مختلفی می‌بینید. دومیش، تجربه کنید تا جایی که میتونید هر چیزی رو امتحان کنید. البته مطمئناً منظورم چیزهایی نیست که به روانتون یا جسمتون آسیب میزنه، ولی از تجربه کردن نترس. لازم نیست هر چیزی که میخوای امتحان کنی یک موفقیت بزرگ توی زندگیت باشه و تا آخر عمرت نگهش داری. اگه فکر میکنی شیرینی پزی برات جذابه، ممکنه بخوای ادامش بدی، برو تستش کن. کی اهمیت میده که تهش بفهمی خیلی هم دوستش نداشتی یا فقط از دور برات جذاب بوده؟ شجاعت امتحان کردن داشته باش. اگه دوست داری اسکیت یاد بگیری که فقط گاهی ازش استفاده کنی و بهت خوش بگذره، انجامش بده. لازم نیست قهرمان اون رشته ورزشی بشی. یه کارهایی رو فقط برای ماهیت زندگی کردن انجام بده. بذار قصه های زندگیت زیاد بشه. بذار چیزی برای تعریف کردن داشته باشی. تجربه کردنه که تو رو از زندگی روتین که یه خط صافه جدا میکنه. اصلا نمیخوام به این سمت برم که مدام از این شاخه به اون شاخه بپر و بلا تکلیف باش، ولی میگم اشکالی نداره اگه گاهی فقط بخوای تجربه کنی. سومی مورد، اگه 5 سال دیگه برات اهمیتی نخواهد داشت، هرسشو نخور. تو زمانه‌ای زندگی میکنیم که سر و کارمون با استرس و هرس خوردن به صورت روزانه زیاده. اما یه چیزی که نباید یادت بره اینه که سلامتی روانت و جسمت از همه چی مهمتره. هر زمان که احساس کردم برای یک مسئله‌ای داره خیلی بهم فشار میاد و واقعا دارم کم میارم، یادم اومده که 5 سال دیگه این موضوع در زندگی من هیچ نقشی نداره و احتمال اینکه اصلا حتی یادم نیاد همچین ماجرایی داشتم خیلی بالاست. هر وقت اینو به خودم یادآوری کردم، قدمامو آرومتر برداشتم، یک نفس عمیق کشیدم و به طور کلی یکم از بار روی دوشم کمتر شده. دیرت شده داری فکر می‌کنی وای الان اگه برسم اینجوری میشه، رئیسم اینطوری میکنه، بعد همینطوری خودتو میخوری. نفس بکش. 5 سال دیگه این موضوع مهمه؟ نه. پس شل بگیر. مشکل درسی داری؟ موندنی نیست، حل میشه. یه چیز رو خراب کردی یا یک گند ریزی زدی؟ اگه به جون و مال کسی یا خودت آسیبی نزدی، فدای سرت، حل میشه. تو این مواقع باید در نظر بگیری که 2 حالت داره. یا چیزی که براش مضطربی راه حل داره و تو میتونی براش یه کاری بکنی، خب میکنی و دیگه نگرانی نداره، یا راهی نداره و تو کاری جز صبر کردن و زمان دادن نمیتونی انجام بدی و خب در اون صورت هم دیگه نگرانی نداره، باید رها کنی. میگیری چی میگم؟ چرا موهای قشنگمون رو برای یک چیزی سفید کنیم که در زندگیمون تعیین کننده نیست و روی کلیت سرنوشتمون تأثیر به خصوصی نمیذاره؟ مورد 4،
زبان بخونید. حتما در وهله اول انگلیسی و اگه انرژی و علاقه‌شو دارید زبان دیگه یاد بگیرید. راستش بیشترین تاکید من روی همون مورد اوله. بچه‌ها ارتباطتون رو با زبان قطع نکنید. حتی اگه شده فقط روزی یه ربع زمان بذارید، اما عادت کنید که توی برنامه روزانه‌تون، توی روتینتون باشه. محاسنی که زبان بلد بودن داره خیلی زیاده. فانترینش راحت فیلم و سریال دیدن و موزیک گوش کردنه. بعدیش امکان برای درس خوندن یا کار کردن توی خارج از کشوره. یکی دیگه‌اش کار کردن به شیوه‌های مختلف با زبانه. امکانات شغلی که زبان بلد بودن بهتون میده حد نداره. و در نهایت روی ارتباطاتتون تاثیر میذاره. شما میتونید به شیوه‌های مختلف با آدم‌ها از کشورهای دیگه ارتباط داشته باشید و لذت ببرید. دوست پیدا کنید. من خودم یکی از شیوه‌های یادگیری لغتم نوشتن لغت و چسبوندنش به دیوار اتاقمه. جایی که هر روز میبینمش و حتی وقتایی هم که اتفاقی نگاهم بهش میفته و دقت نمی‌کنم، توی ناخودآگاهم میره. نمیدونم بگم چند تا لغت رو اینجوری یاد گرفتم. زبان بخون. مورد پنجم، تراپی رو شروع کن. تصور غلطی که وجود داره اینه که من که الان مشکل خاصی ندارم یا توی بحران خاصی نیستم که برم تراپی. نباید تراپی رو برای دقیقه 90 بذاری. در وهله اول ماها هممون داریم با تروماها و مسائلی دست و پنجه نرم می‌کنیم که لزوما ملموس و قابل مشاهده نیست و ناآگاهانه داریم اجازه میدیم روی شخصیت و زندگیمون تاثیر بذاره. در وهله دوم، تراپی تا حدی کاری رو باهاتون میکنه که در مورد کتابم گفتم. شما به آدمی تبدیل میشید که اصولاً میشه باهاش حرف زد. آدمی که بلد شنونده فعالی باشه و گفتگو کردن رو بلد باشه. آدمی که بتونه مسائل رو تحلیل کنه، بتونه هیجاناتش رو کنترل کنه، که بتونه آدم خوب و امنی در زندگی برای خودش و برای عزیزاش باشه. به صورت کلی و به زبان ساده بگم، بچه‌ها، تراپی کیفیت زندگیتون رو بالا میبره. از این رو به اون رو میکنه. از لباس و کافه بزنید تراپی برید. این خرج اگه از اونا مهمتر نباشه، اندازه اونا ارزشمنده. مورد ششم، برای چشم و گوشتون احترام قائل باشید. سلیقه موسیقی گوش کردن یا فیلم و سریال دیدن چیزیه که شما در خودتون پرورش میدید. باهاش به دنیا نمیاید. اینکه هر آشغالی رو به اسم اینکه برای پر کردن زمان میبینید یا هر موسیقی بی محتوا و مزخرفی رو گوش میدید چون اونجا هست و وجود داره، ظلم بزرگیه به خودتون. موسیقی و هنرهای نمایشی چیزاییه که بعد ازش لذت ببرید و باید بهتون چیزی اضافه کنه. چیزی نیست که صرفاً موقع رانندگی یا چیپس و پفک خوردن بخوای توی پس زمینه باشه که حوصلت سر نره. نمیگم توی این موقعیت‌ها نمیشه ازشون استفاده کرد. میگم حتی اگه داری رانندگی میکنی موزیک خوب گوش بده. حتی اگه میخوای کمدی ببینی هم کمدی با کیفیت و استاندارد و شریف ببین. نه چیزی که مشخصاً با هدف پولسازی ساخته شده و زمان و فکر و از اون مهمتر عشقی براش گذاشته نشده. میدونی چی میگم؟ به خوراکی که به مغزت میدی توجه کن، چون هر چیزی که بهش بدی شخصیت و طرز فکر و در نتیجه سلیقت رو میسازه.